دیگر باشگاه‌ها محض در همین ورزشگاه صورت گرفته بود. در دوره بازی نهایی جام تاجیکستان شورات عمرов توانستند که با نتیجه 0-1 به پیروزی دست یابند. شورات عمرов در اسدبек مختومов است. سرمربی دسته اسخط شورات عمرов به شمار می‌رود و امروز شاگردان خود را با طرح جایگیری به سمت دیگر میدان رو ارسال میکند. پس به سمت پیش امکانیت هست برای بانکداران. ضربه و گل. اسدبek مختومов در دقیقه ششم رقابت در رقابت با مقابل دسته استرافشان دوبل کرد. ضربه از مسافه دور که فرصت نوبتی برای بانکداران پیدا می شود و در داخل جریمه‌گاه وارد گردید و در رقابت با او ببینید که ضربه مبچوف با داخل جریمه‌گاه و توپ راست با بیا توجه کنیم به هجوم سرخپوش‌ها با سمت مقابل میدان توپ پاس داده شد. شورات عمرов فرصت نوبتی برای بازیگران دسته اسخط پیدا می شود. ارسال با سمت مقابل جریمه‌گاه. ضربه و گل. حساب در دقیقه 79 رقابت 2-0 می شود. گل دست می یابد. در بازی با مقابل دسته خوجند توانست گل زند. در رقابت مهمی که آنها با مقابل دسته استرافشان دایر کردند بازی برگردند. باید فشارها بیشتر شوند از هیئت ذخیروی نیز بازیگران تازه نفس با هیئت دسته فرصت نوبتی برای بانکداران پیدا می شود. یک پاس دیگر اینجا نرسید. سنجر اخسیبایف با توپ بود. دروازه‌بان از موقع خود بیرون در آمده توپ رو برگرداند. سنجر اخسیبایف با توپ کوشش کرده استودان دفاعگران تا این حالت رو برطرف کنند. ارسال اخسیبایف بعد داخل جریمه‌گاه. ضربه و گل. حساب 3-0 می شود. در دقیقه 83 بازی بازیگر دسته اسخط ارسال سنجر اخسیبایف بود. جا هرچند جهیش ما او رو در میدان میبینیم. بختیار ظریفov با توپ ارسال با داخل جریمه‌گاه. سفید پوش ها توپ را صاحب میشوند. عکس هجوم نوبتی بازیگران دسته اسخط را متوجه میشویم. ارسال از داخل جریمه‌گاه بود که باید بازیگران دسته رگات از دیگر بار آن رو با بازی وارد کنند. با این ترتیب صدای هوشتکی دوور بختیار کومیلوف بلند میشود.